ممنون. آره خیلی خوب شد. در ضمن عاشق پیراهنتون شدم فرخ خانم. واقعا؟ آره. ممنون. بیا. ممنونم. خواهش میکنم، اما تو اونو تو شرکت نخور باشه. یا بخور، من دیگه رئیست نیستم. نیستی. پس در این صورت من میتونم خیلی راحت هر سوالی داشته باشم و بپرسم. بپرس ببینم. مشکلات تو ریختی تو دریا؟ نریختم، دلم واسه دریا سوخت. اوه اینقدر بده؟ نه، مشکلاتمو جایی نمیریزم، حلش میکنم. حلش کردی؟ اگه اجازه بدی امشب تو خونه حرف بزنیم. اینجا هم میتونیم حرف بزنیم. متاسفانه یه سری مشکل سر کار دارم که باید حلش کنم. یه دونه هم مشتری نداریم. در ضمن باید برای کارهای ناتمام میگیل امکان جریمه هم پرداخت کنم. اگه زمان حقوقیش طی بشه و حکم پرداخت صادر بشه. هی بابا، فوقش ورشکسته میشی. آره ورشکست میشم. مگه چیه؟ دیگه چی میشه؟ شرکت ورشکسته میشه، سهام میسوزه، آخرش اینه که بیکار و بی پول میشی. پس اصلا نگران نباش. مگه نه؟ نه نباش، خودم خرجتو میدم. یعنی مرد خونه باشم؟ به نظرم باش. تو خیلی به اون خونه میای. تو بیشتر بهش میای. یا معذرت میخوام، مزاحم شدم. نه بفرمایید، منم داشتم میرفتم. با مشتری که چند روز پیش نتونستیم بگیرینش دوباره ارتباط برقرار کردم. قبول کرد که امروز دوباره با شما ملاقات کنه. اگه جلسه این ندارین میشه بریم؟ ممنونم ایلول خانم، البته باهاشون ملاقات میکنیم. موفق باشین. دستتون درد نکنه لیلا خانم، همه چی عالی شده. نوشه جون. لیلا خانم، من بالا تا پایین تأسیسات خونه رو کنترل کردم. یه قسمتایش کهنه شده که اون طبیعیه چون خونه قدیمیه. البته که قدیمیه. آخرین بار زمونه بابا جون خدا بیامرزم درستش کردن. حداقل 20 سالی میشه. خیلی ضروری نیست، اما من بازم ترجیح میدم کل تأسیسات رو از بالا تا پایین عوضشون کنم. هدف اینه که خیالمون راحت بشه. پس همین کارو بکنیم محرم خان جون. راستی کاری که برای مروه کردین خیلی قشنگ بود لیلا خانم. اونو سرشکسته نفرستادین خونواده شوهرش. خیلی دلم برای اون دختره میسوزه. چقدر خوب جوون و عاشق هم شدن. این مگه گناهه؟ هرچند شاید اگه دختر من بود یکم ناراحت میشدم و باهاش قهر میکردم، اما بازم آخرش بغلش میکردم. منم اینجا چی دارم میگم؟ یکی بشنوه میگه مگه تو بچه داری؟ این احساساتو از کجا میدونی و از این حرفا؟ اما لیلا خانم،
با به دنیا آوردن بچه که نمیشه مادر شد. مثلا کاری که مادرش نکرد و شما کردی. محرم خان، شما بچه داری؟ نشد. من بعد از اینکه ازدواج کردم همسرم مریض شد. بعدش هم وقتی فکر کردم. تسلیت میگم. ممنونم خانم، لطف دارین. بعدش هم دیگه نتونستم با کسی دیگه ای ازدواج کنم. یه عمر این طولانی اومد و رفت، اون وقت ما تک و تنها. اونقدر ناامید نباشین لطفا. هنوز روزهای زیادی برای زندگی هست. لیلا، من برم چایتون رو عوض کنم، حتما سرد شده. لیو، من یکم زودتر میرم آرایشگاه. زود باش تا هم یه شب خوشگل بشیم. خب میخوایی منتظر دمیر خان بمونی؟ آره خیلی خوب باشه. تو در هر صورت خوشگلی عزیزم، اونجا میبینمت. باشه آیدا جونم، میدونی قراره کجا بریم؟ من نمیدونم، ابراهیم گفت آدرسو برات میفرسته. باشه پس سورپرایزو خراب نکنیم. امیدوارم سورپرایز قشنگی باشه. خسته نباشی. تبریک میگم، اولین مشتری بخش سازه رو گرفتی. جلسه رو تو ردیف کردی. موفقیت تو. اینطوری نکن، خودت مشتری رو تو همون دقیقه اول قانع کردی. دلم برای این رفتار تنگ شده بود. اصلا درک نمی کنم چرا دفعه پیش جوابشون منفی بوده. دیگه اهمیتی نداره. دمیر، مجبور نیستی الان برگردی شرکت. مجبور نیستم، اما بازم برمیگردیم شرکت. نمیخوای به حرفای من گوش بدی؟ دمیر، خواهش میکنم. یه چیزی بگو، داد بزن، اما اینطوری ساکت نمون. دمیر، تو کی میخوای منو نادیده بگیری دمیر؟ من تو رو نادیده نمیگیرم. دیروز گفتی بریم چای بخوریم، غذا بخوریم، خب رفتیم. دیگه از جون من چی میخوای ایلو؟ میخوام ازت معذرت خواهی کنم، میخوام داد بزنی، میخوام ازم سوال بپرسی دمیر. نمیپرسم، هیچی نمیپرسم. دیگه برام مهم نیست. دیگه از تو توضیحی هم نمیخوام. برای همین امروز تو شرکت اینقدر عصبی شده بودی، با عجله گذاشتی رفتی. من تو رو بهتر از خودت میشناسم. اگه میشناختی وقتی اونطوری ترکم کردی و رفتی، اونم با یه یادداشت 5 کلمه ای، میدونستی داری چه بلایی سرم میاری؟ آره اینو انجام دادی چون هیچی برات مهم نبود. اگه اون موقع برای تو مهم نبود، پس برای چی الان برگشتی؟ چون نتونستم بمونم. کلی پیشنهاد کاری داشتم اما تو اجازه نمیدادی جایی برم. موقعیت شغلیم کلا خراب میشد. خیلی سخت بود در این مورد با هم حرف بزنیم. آره خیلی سخت بود، حتی غیر ممکن بود. با اینکه بهترین آدم دنیا بودی، اما به شکاک‌ترین آدم دنیا تبدیل شده بودی. به خاطر رفتنم اینقدر میترسیدی که حتی نمیذاشتی من نفس بکشم. کجایی ایلول؟ چرا خبر ندادی؟ کی برمیگردی خونه ایلول؟ توضیح دادن به همچین آدمی غیر ممکن بود. خوبه، خب گذاشتی رفتی، موقعیت شغلی تو نجات دادی، تموم شد، دیگه مشکلی نداری. پس چرا الان برگشتی ایلول؟ چون همه چی نصفه موند. نمونده، هیچی نصفه نمونده. تو نصفه گذاشتی و رفتی، اما من تمومش کردم. دمیر، اما اون خاطره ها هنوز سر جاشه. تو میتونی اونا رو از ذهنت پاک کنی؟ خاطره‌ای در کار نیست. از ما دوتا میدونی چی مونده؟ خشم، فقط خشم.
اما من هنوز تو رو دوست دارم دمیر. عاشقتم. لروکس من میرم خونه. نه لروکس، میری یا منتظر دمیر میمونی؟ دمیر رفته خونه. لروکس پس بذار من برسونمت. نه براک، ممنونم. من قراره جایی برم. پس بذار تا جایی که میخوای بری برسونمت. براک، حرکتی که امروز انجام دادی و دیگه انجام نده. نگران نباش، دمیر گفت دیگه نیام در خونه تو. من به دمیر دروغ نمیگم و بهش گفتم اون عکس‌ها رو چطوری از خونم برداشتی. کار خوبی کردی. منم قصد مخفی کردن نداشتم. اگر داشتم عکس‌ها رو دست دمیر نمیدادم. متوجه مجادله بینتون هستم. از طریق من به دمیر حمله نکن. قصدم این نبود که تو رو توی شرایط سخت قرار بدم لروکس. تو نمیخوای به دمیر دروغ بگی، منم به تو احترام میذارم. از این به بعد حتی اگه به ضرورتم باشه نه بهت دروغ میگم و نه چیزی ازت مخفی میکنم. همین. میبینمت. لروکس اومدم عشقم. سرت درد میکنه؟ بهترم. روز سختی داشتی؟ اما کارو گرفتی. ببین چقدر خوب میدونم. تبریک میگم. کارو فراموش کن. دیگه تو خونه ای. بخواب بلند نشو. تا شام هنوز مونده، استراحت کن. نرو لروکس. الو. ای بابای، ما خواب موندیم. نه الان میایم. باشه فعلا میایم. من کلم یادم رفته بود. میخوای کنسلش کنی؟ نه بریم، چون بهش قول دادیم. زشته. دمیر تو چت شده آخه؟ ذهنم خیلی مشغوله. بابات اون بهت زنگ زده؟ کاش اصلا گذشته نداشتم، یا آدمی نمی شدم که هر جا میره گذشته‌ش رو به خودش میبره. اما اینطوریه. نمیخوام از تو چیزی رو مخفی کنم.
خیلی تلاش کردم که همه گذشتم فراموش کنم. منم خیلی تحت فشار گذاشتمت. کاری کردم دفترهای گذشته‌تو باز کنی و گذشته‌تو تعریف کنی. تکالیف بنیامین خان و این چیزا بهت فشار آورد. بگذاریم اینا رو بیخیال، فراموش کن. لروکس به خاطر تو نیست. باشه، حالا هرچی تمومش کنی. ببین من خیلی خوشحالم. گذشتت تو گذشتت مونده. تو امروز بمون. کنار من باش لطفا. پاشو یه دوش بگیر، حاضر شو. اگه دیر کنیم آیدا استرس میگیره. زود باش. ممنونم. خوبه که هستی. بهش قول دادیم، باید سر قولمون بمونیم. الان میریم برای قرارمون آماده میشیم. زود باش، زود باش. باشه الان میام. دوبله شده در استودیو جیم. بوراک خان، امروز ظهر یه چیزی گفتین الان یادش افتادم. چی گفتم؟ نزدیکترین دوستتون حداقل 4 ساعت از شما فاصله داره. به تنهایی عادت کردم. اگه ذهنتون درگیر اینه میتونم شما رو برای شام دعوت کنم؟ خیلی لطف دارین بوراک خان، اما امشب یکم خستم. میخوام استراحت کنم. باشه، بعد از شام میرسونمتون خونه تا استراحت کنید. خواهش میکنم قبول کنید. خیلی خوب باشه. آدرس رو بفرستین، یه ساعت دیگه میام دنبالتون. تو آرتمینم. میبینمتون. خوب شد که اومدیم. منم فکر کردم آدرس اشتباهی اومدم. آدرسی که ابراهیم فرستاده بود همینجاست. موتورش اینجاست؟ داره خودشه. آیدا خیلی خوشگل شدی، عالی شدی. ممنون عزیزم. اما من اصلا فکر نمی کردم یه همچین جایی بیاین. خب یعنی خب اینجا دیگه کجاست؟ من تو رام رستورانی ندیدم. شب بخیر جوونا. از این طرف. باشه زود باشیم. ممنونم. آی منقل، آی بو. یواش. این ممنونم دمیر خان. خوش اومدین. ممنون. اینجا واقعا جای خیلی قشنگیه بوراک خان. ترجیح میدم بهم بگید بوراک اگه مشکلی نداری. باشه، پس بیرون از شرکت این کارو میکنی. ممنونم. راستش من همه بچه شرکت رو میشناسم. میشه گفت که همه با هم بزرگ شدیم. با بعضیاشون هم کلاسی بودم، با بعضیاشون هم تو مهمونی‌های اداری و جلسه های شرکت هم دیگر رو شناختیم. اما تو رو قبلا اصلا ندیده بودم. حتی نمیدونستم فکرت خان یه دختر داشته باشه. وقتی خیلی کوچیک بودم با مامانم رفتیم خارج از کشور. کم تونستم با ماما ببینم. همینطور داداشم. داداش داری؟ ببین من اصلا ندیدم. فکر کنم تو شرکت های ما کار نمیکنه. نه، اون اصلا دوست نداشت تو شرکت بابام کار کنه.
اون دکتره. تو استانبول؟ افغانستان بود، قبلش هم کنگو بود. تو کشورهای جنگ زده، پس یه جورایی قهرمانه. به نظر منم همینطور، اما هیچ وقت نتونست بابامو راضی کنه. مثل این که امتحانای پدر و پسر سخت‌تره. مگه میشه ندونم؟ یواش باشه. بهتره از این طرف بزنی تا دود سمت ما نیاد. های دمیر، خیلی سرگرم کننده است. یه روز تو آرتمی منقل درست کنی. اگه از این خوشتون اومده جای خیلی خوبی واسه کمپ میشناسم. یعنی 4 نفری میتونیم بریم. قبلا خیلی کمپ میرفتم. ببین خیلی وقت نرفتم، خیلی هوس کردم. یه آتیش خشکی رو بزرگ درست کنی، کنارش هم صدای آب بیاد. اون حساب نمیشه، سری برگشتیم. جای خیلی خوبی کشف کردم. شبا وقتی ماه نباشه خیلی تاریک میشه. میدونی تو اون تاریکی چقدر صداهای زیادی میاد؟ یعنی حیوونا اطرافت میچرخن، صداشونو میشنوی اما نمیبینیشون. یه چیزی داره منو میخوره، شما حس نمی‌کنی؟ نه. از گپ زدن اینجوری شدی، برای همینه. بچرخون باشه دمیرایی، تو همه چی دخالت میکنی. ابراهیم فکر میکنم سر کار نیستی آیدا، با هم اومدیم بیرون، خیلی طبیعیه. باشه اما خیلی بامزه نه؟ آره همینطوره، اما دیدن کارمندم با عشقش واسم یکم عجیبه. مگه تو با کارمندا شوخی میکنی؟ ببین یه چیز خوب پیدا کردم، بنیامین خان بشنوه خیلی خوشحال میشه. آره خیلی، به خاطر بنیامین خان یه قانون دیگه هم رفت کنار. حالا رسما کار و زندگی شخصیم با هم دیگه قاطی شده. اما الان پیش کارمندات نیستی که، پیش دوستای عشقت هستی. در ضمن ایبو خیلی دوستت داره، به نظرم میتونی یه خورده در حقش برادری کنی. برادری؟ به آدم به اون بزرگی؟ در ضمن به نظر من خودش تنهایی از پس همه چی برمیاد. الان میگم دروس اینا رو میندازیم به دستتون. بیا داداش. ابراهیم این که خیلی بوی بدی میده. باید بو بده چون کنه ها رو فراری میده. کنه؟ اینجا کنه هم داره. آرتمیمو چطور میبینی؟ جمع جور کردنش یکم زمان میبره، اما ناامید کننده هم نیست، چون امور مالی شرکت یه کوچیک زود به هم میخوره، ولی خیلی زودم میشه درستشون کرد. راستش منظورم خانواده آرتمی. آها، منظورت کارمنداست؟ اکیپ قوی و با هم خیلی خوب مچ شدن. انگار جدایی فقط بین تو و دمیر بوده. آره، متاسفانه کار کردن با دمیر آسون نیست، گرچه نیازی هم نیست به تو توضیح بدم، مگه نه؟ حد زده بودم. چیو؟ این شما به خاطر اطلاعات گرفتن در مورد دمیر تدارک دیدی، درست نمیگم؟ آره درسته، اما نیازی نیست حدس بزنی. تو اولین صحبت اون بهت گفتم دنبال اطلاعاتم. من سهام آرتمیمو خریدم و پیشنهاد کاریشون رو قبول کردم. نگفتم با تو علیه دمیر کاری میکنم. منم همچین خواسته ای ندارم. پس فکر کردی حضورم اونو ضعیف میکنه؟ اشتباه کردم؟ نمیدونم، شاید قوی ترش کنه، اما من نیومدم اینجا که اونو ضعیف کنم. میتونی از این مطمئن باشی. باشه، اما این ریسکی بود که ارزش امتحانشو داشت.
حداقلش اینه که با تو آشنا شدم. سالت بردار آیدا. ممنونم دمیر خان. خب چی بگم؟ یعنی به رئیسم بگم دمیر؟ به خاطر اینکه تو قرار زوج‌ها هستیم اینجا میتونی بگی ایراد نداره. ممنون دمیر. آخه اینجوری هم یکم عجیبه. واسه شماها عجیب نیست؟ نه. میدونی تو چی کار کن؟ مثل فیروز خانم بگو خانجون. دمیر خانجون. نه دیگه. به نظرم داداش بهتر از همشونه. ببین خیلی بهش میاد. داداش دمیر. راستی ما هم با دخترها بریم آنتالیا؟ چون من رئیسم هیچ کسی چی به من نمیگه. داریم میرین آنتالیا؟ راستش مروه میره تا با خانواده بورا آشنا بشه. آیدا هم باهاش میره تا تنها نباشه. تو نمیری؟ پس سه تفنگدار چی شده؟ نه من آخر هفته یکم کار دارم، اما دفعه بعدی حتما باهاشون میرم. خیلی خوشمزه شده بود. دست دوتاتون هم درد نکنه. اما بهتره من دیگه برم دستامو بشورم. بیا بریم. الان برمیگردم. چرا با دخترها نمیره؟ چون که 2 روز از تو دور موندن خیلی مدت طولانیه. هر وقت هر جا که خواستی میتونی بری. چون من دیروز بهت گفتم کجا رفته بودی نمیدونی؟ شرمنده. به خاطر 2 تا سوال نمیتونی منو بترسونی. من به این راحتی ها نمیترسم. من وقتی به کسی وابسته بشم ممکنه یکم بهش سخت بگیرم، اما این برای این نیست که تحت کنترلم باشی، برای اینی که نگرانشم. میدونم، دلیلش هم میدونم، اما کنار تو هم دمیر و تصمیم گرفتم آخر هفته کنارت باشم. خواستم تو خونمون بمونی. اینجوری میتونیم کل آخر هفته رو با هم فیلم ترسناک ببینیم. میگم بهتر دخترها رو تنها نذاری. یه وقت اشتباهی برداشت میکنن رابطتون خراب میشه. نمیشه. کلی فیلم انتخاب کردم. اون دختره هست که موهاش ریخته رو صورتش. میخوام منم اونطوری کنم و تو خونه تو رو بترسونم. خوبه؟ من آیکیدو بلدم لروکس. تهدیدم میکنی؟ نه تهدید نیست. بدت نریز. یعنی به خاطر خودت. لروکس. یه سوالی دارم. تو این مراحل رابطمون این به عنوان شام خوردن محسوب میشه؟ متاسفانه نه. باید تو اون شام دوتایی با هم باشیم. در ضمن فقط غذا نمیشه که، سینما و رقص هم باید باشه. مراسم شام و رقص؟ هر روز داره سخت‌ترش میکنه. ببینم مطمئنی که دسر نمیخوای؟ دسرهای اینجا واقعا خوشمزن ها. باشه پس شام مهمون تو بودیم، دسر مهمون من. یه جایی خیلی خوب میشناسم. باشه. اگه آتیش خاموش نمیشد قهوه درست میکردیم. اشکال نداره ابراهیم، دفعه بعد. همه چی خیلی خوب بود. دست درد نکنه. خواهش میکنم داداش.
پس برنامه بعدی با تو. خب پس باشین. دسر و قهوه ها مهمون من. یه جای خیلی خوب میشناسم. میبرمتون اونجا. آخیش بالاخره میریم شهر. یعنی انقدر خسته شدی؟ نه خسته نشدم، همه چی خیلی خوب بود. فقط خیلی خوشحال میشم از شهر این کفشای پاشنه بلند خلاص بشم. خب پاشین بریم. پس آیدا با ما میاد. ایبو تو هم دنبالمون گیر. بیا اینجا من بهت کمک میکنم پرنسس. ممنون عزیزم. دمی کیف منو بیا. خدا بخیر کنه. تونستی تکلیف بنیامین خانم با موفقیت انجام؟ ممنون داداش. خواهش میکنم. خیلی ممنون. واقعا خیلی خوشمزه است. آره واقعا عالیه. میشه سفارش بدیم شرکتم بیارن؟ خب به شرکت ما که همه شکلات و این چیزا میفرستن. چه شکلاتی؟ اونو میگی. دیگه گل و شیرینی نمیاد، اونا قطع شد. طرف معلوم نبود دیوونه بود چی بود، کارهای چرتی میکرد و یه سری یادداشتای مزخرف میذاشت. خدا رو شکر از شهرش راحت شدی. آفرین. دمیر خان من موبایلمو تو ماشین جا گذاشتم، میشه برم اونو بیارم؟ این وقت شب گوشی تو میخوای چطور؟ اگه از خونه زنگ بزنن نگران میشن ابراهیم. خانواده ها رو نگران نکنه. بهتر نگران میشن پا میشن میان و اون وقت مشکل حل میشه، مگه نه ایبو جون؟ ایبو یه بار تو بگو ببینم اون بنیامین چجوری برای جون ما کردی؟ دمیر خان ازم پرسیده بودین که میتونین بهم اعتماد کنین یا نه. یادم من باید یه چیزی رو بهتون بگم، اما خواهش میکنم لروکس نفهمه. چیو نفهمه؟ خب اون هدیه ها، گل ها، اون یادداشتی که برای لروکس میومد. میدونی کار کی بود؟ ما. شما؟ من، مروه، عزمیه، لیلا و فیروزه خانم. لروکس خیلی ناراحت بود. ما هم واسه اینکه یکم خوب بشه جوری میفرستادیم که انگاری یکی که دوستش داره. آخه این چیزا زنو رو خیلی خوشحال میکنه. اما آیدا دختره رو دعوت کردین واسه شام سر این تنهاش گذاشتین. این کارو هیچ کس دوست نداره. قرار نبود تنها باشه. عزمیه یه دوست بازیگر داشت. طرف درست وقتی میخواست بیاد رستوران واسش کار پیش اومد. اونا مجبور شد که بره دنبال کارش. خب ما هم نتونستیم اون موقع شب کسی دیگه رو پیدا کنیم. یعنی لروکس اون شب میخواست با یه بازیگر غذا بخوره؟ بله. میشه عصبانی نشی؟ عصبانی شدم الان عصبانیم اما موضوع انقدر خنده داره که دمیر خان به لروکس نمیگین دیگه؟ آره اگه بفهمه هممونو میکشه. بخیر باشه دیگه هیچ وقت همچه کاری نکنیم. نه دیگه هرگز نمی‌کنیم. گوشیت هم تو ماشین جا نبود. شرکت به اون بزرگی و مهد کودک کردم. بریم. دوبله شده در استودیو جم. یکم آدم عجیبیه اما از کجا میشناسیش؟ خب راستشو بخوای لروکسینام اینجا. بابا این یارو واقعا دیوونه است. میرم براش لیموناد درست کنم اون وقت میذاره. آره میدونم از این کارا میذاره. خیلی براک چه خبرها؟ اینجا چی کار میکنی؟ اومدیم دسر بخوریم. فکر کنم شما هم همینطور. سلام ابراهیم. سلام. ایلول خانم دسرای اینجا فوق‌العاده است. میدونم من زیاد میامدم اینجا. براک خانم من آوردم اینجا. خب بفرمایین بشینیم لطفا. آره خوب میشه. نه اما مزاحمتون نمیشه.
من اینجا یه میز دارم که همیشه اونجا میشینم، میرم اونجا. باشه. به این طرف. ایلول خانم. خیلی ببخشید. اشکالی نداره. من پاک میکنم. انگار دختری نیست که مناسب اون باشه. نمیدونم چطوری با هم. راستی تو شرکت قانون ممنوعیت عشقی گذاشته. این دمیره. اول قانون ممنوعیت عشقی میذاره، بعد با یکی از کارمنداش دوست میشه. از هر طرف نگاه کنی تناقض داره. دمیر آدم متناقضی نبود. یه بهونه پیدا میکنی و میری. من میدونم تو هم مثل بقیه ولم میکنی و میری. بیروکس من نمیخوام جایی برم، میفهمی؟ همینجوریش هم همش فکر میکنم میخوای تنها بذاری و بری. دمیر من هر شب کابوس میبینم، هر شب. و تو هر روز این ترس منو بیشتر میکنی. من دیگه نمیتونم تحمل کنم. اگه با من مشکلی داری به هم بگو. خیلی جذابی دمیر. آدم دلش نمیاد ازت عصبانی بشه.